حضرت مولانا رحمت الله علیه تهران آمده بود، مریض بود، همین زمان که مریض بود. اولا یک چیزی بگم که حضرت مولانا تو بیمارستان خوابیده بود، اینجا اتاق امام خمینی بود و اینجا اتاق حضرت مولانا. احمد خمینی پسر امام خمینی و خلخالی برای دیدن مولانا آمدند، مولانا را دیداری کردند و احمد گفت که حضرت مولانا این خلخالیه، رئیس دادستانه. حضرت مولانا گفت که قاضی دو قسمن، یک قاضی بهشت میرن و یکی جهنم، تو از کدومایی؟ احمد گفت این از جهنمی های. منظورم حضرت مولانا این جرأتش. خداوند تبارک و تعالی تمام علمای ما را مثل حضرت مولانا عبدالعزیز بکنه، حقانی، با جرأت، سخی. یک شب من حضرت مولانا منزلش خوابیدم، من تو منزل پسر مولانا خوابیده بودم، ولی اول شب من با مولانا صحبتهایی کردم راجع به منطقه، راجع به بلوچ. من مجلس بودم اون روزا. آخر شب من بیرون رفتم که وضوی بگیرم، میبینم وسط میدان ایستاده رو به طرف قبله، دستاش بالای گریه میکنه، خدایا من این ملت را چه کار بکنم؟ حضرت موسی، من گوش میکنم، حضرت موسی امت چه به برادرش سپرد، گمراه شدن، بار اله من اینا رو به تو می سپارم. من رفتم از پشت دست به گردنش کردم، حضرت مولانا گفتم حضرت تو مریضی چرا این کار میکن؟ گفت اول شب اون حرفا رو شنیدم، خوابم حرامه، قرآن میخونم خواب نمیاد، تهجد میخوانم خواب نمیاد، ناچارم بیرون شدم، الان میگردم. آمدیم من با حضرت مولانا نشستیم تا صبح که نخوابید. برادرانم علمای ما چنین بودند. الان خدا حضرت مولانا عبدالحمید برای ما شما نگه داره که انشاءالله العزیز بهترین جای نشین و حقانی ترین نماینده حضرت مولانا مولوی عبدالحمید صاحب هستند. و من از تمام علما و همکاران حضرت مولانا تشکر میکنم که با مولانا واقعا با جان و دل همکاری دارند. خدا اینا را نگه داره، خدا این مدرسه را و تمام مدارس دینی ما را در هر گوشه به لطف خودش نگهداری کنه و خدا اسلام سربلند کنه و خدا توفیق عنایت بکنه ما اتحاد را واقعی اتحاد بکنیم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.